بزرگترین کابوس تو فیلم‌های اسکورسیزی کشته شدن نیست. بزرگترین کابوس اینه که دقیقاً به همون چیزی برسی که همیشه آرزوش رو داشتی. از جک لاموتا تا گورگ وال استریت کاراکترهای اسکورسیزی به موفقیتی که می‌خواستن میرسن، اما بهای این موفقیت رو به بدترین شکل پرداخت میکنن. تو هالیوود ما عادت کردیم قهرمان‌ها اشتباه کنن، درس بگیرن و در نهایت پیروز بشن یا حداقل با افتخار بمیرن. اما تو دنیای مارتین اسکورسیزی قهرمان‌ها نه تنها دنیا رو نجات نمیدن، بلکه قدم به قدم خودشون و اطرافیانشون رو به سمت نابودی میبرن. این ویدیو داستان تلخ و جذاب قهرمانان در حال سقوط تو سینمای مارتین اسکورسیزیه. وقتی اسم اسکورسیزی میاد یاد مافیا، وال استریت، خشونت‌های اوریان و دیالوگ‌های تند و تیز فیلم‌هایی مثل رفقای خوب یا راننده تاکسی میافتیم. اما سینمای اسکورسیزی فقط درباره گنگسترها و خلافکارها نیست. شخصیت‌های اصلی فیلم‌های اون اغلب یه ویژگی مشترک و هولناک دارن. اونا توی یه مسیر یه طرفه به سمت نابودی کامل روانی و فیزیکی حرکت میکنن. توی این قسمت از مجموعه بررسی ساختارهای روایی مجله روسکا ما این سقوط‌ها رو براتون تحلیل میکنیم. از راننده تاکسی نیویورکی تا گورگ وال استریت. من مهدی ام و اینجا مجله روسکاست. این قسمت چرا قهرمانان اسکورسیزی نابود میشوند. توهم کنترل و نقص تراژیک. داستان همیشه از یه نقطه مشترک شروع میشه، توهم کنترل. تو پرده اول فیلم‌های اسکورسیزی قهرمان وارد یه سیستم فاسد، خشن یا پر از وسوسه میشه، اما برخلاف آدمای عادی اون فکر میکنه از بقیه باهوش‌تره و میتونه قواعد بازی رو به نفع خودش تغییر بده. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. Stop. Okay? Safety is first. هنری هیل تو فیلم رفقای خوب از همون بچگی آرزوش این بود که یه گانگستر بشه. جردن بلفورد تو گورگ وال استریت فکر میکرد میتونه با کلاهبرداری سیستم مالی آمریکا رو دور بزنه. و تراویس بیکل تو راننده تاکسی خودش رو یه فرشته نجات میدید که قرار کثافات شهر نیویورک رو با دستای خودش پاک کنه. اما این دقیقاً همون چیزیه که تو ادبیات و نمایشنامه‌های کلاسیک بهش میگن نقص تراژیک. یه غرور و کوری خودخواسته که چشم شخصیت رو روی واقعیت میبنده. اونا توهم دارن که خدان، اما در واقع یه سری مهره‌های کوچیکن تو جهانی که خیلی ازشون بزرگتر و قدرتمندتره. بدن بوم نقاشی گناه و رنج. وقتی این توهم کنترل شروع به فروپاشی میکنه، اسکورسیزی سراغ یکی از مهمترین ابزارهاش میره، یعنی بدن بازیگر. تو سینمای اسکورسیزی گناه و عذاب وجدان یه مفهوم انتزاعی و توخالی نیست. گناه مستقیما روی فیزیک و بدن شخصیت خودش رو نشون میده. بدن تو این فیلم ها فقط یه فرم فیزیکی نیست، بلکه دقیقاً میدانیه که تمام رنج ها رو نشون میده. به جک لاموتا تو فیلم شاهکار گاو خشمگین نگاه کنید. لاموتا که نمیتونه با هیولای درونش و حسودیاش کنار بیاد، رینگ بوکس رو تبدیل میکنه به محل مجازات خودش. اون عمدن گاردش رو میاره پایین تا حریف‌ها صورتش رو له کنن. و تو پرده نهایی اون تغییر وزن عجیب و غریب رابرت دنیرو رو میبینیم. یه بدن چاق از فرم افتاده و نفس زن که نماینده زوال روحشه. یا تراویس بیکل که وقتی از نظر روانی به بنبست میرسه موهاش رو میتراشه و بدنش رو برای یه جنگ خونین آماده میکنه. قهرمان اسکورسیزی وقتی نمیتونه از نظر روحی فرار کنه، بدن خودش رو شکنجه میده و به نابودی میکشونه. ما این فروپاشی رو نه با دیالوگ، بلکه با دیدن خود تخریبی ارادی این آدم‌ها با تمام وجودمون حس میکنیم. رستگاری وارونه در دل ویرانی. خب، حالا که قهرمان به پایین ترین نقطه رسیده، منتظر چی هستیم؟ توی فیلم استاندارد هالیوودی پرده سوم زمان جبران و پیروزیه، اما اسکورسیزی کاتولیک نگاه پیچیده تری به مفهوم رستگاری داره. برای اسکورسیزی نقطه اوج یا همون کلایمکس یعنی مواجهه با عریان‌ترین و تلخ‌ترین نسخه از خود. رستگاری تو فیلم‌های اسکورسیزی یه رستگاری وارونه است. اونا نابود میشن چون تو دنیایی که اسکورسیزی خلق کرده نمیتونن وقتی کامل تو خون و کثافت فرو رفتن بعدش پاک و منزه بیرون بیان. توان زنده موندن تو این دنیا از دست دادن روحه. آخر رفقای خوب رو یادتونه؟ هنری هیل زنده میمونه و کشته نمیشه، اما به عنوان یه شاهد محافظت شده مجبور میشه توی محله آروم و خسته کننده زندگی کنه و مثل بقیه مردم عادی پیتزای بدمزه بخوره. برای آدمی که یه روزی پادشاه خیابونا بود، این زندگی معمولی از 1000 بار مردن بدتره.
این دقیقاً همون جهنمیه که اسکورسیزی براش ساخته. یا جک لاموتا که در نهایت توی کلاب شبانه جلوی آینه با خودش حرف میزنه و به دیوار مشت میکوبه. و در پایان آینه‌ای تاریک در برابر ما. داستان قهرمانان اسکورسیزی یه خلاصه است از تقابل انسان با تاریک‌ترین غرایز خودش. همین هم برای ما جالبشون میکنه و این غرایز انقدر بین انسان‌ها مشترکه و همیشه آدم‌ها دارن باهاش میجنگن که وقتی اسکورسیزی اونا رو تو شخصیت‌های اصلی فیلمش نشون میده، ما رو کامل در اختیار خودش میگیره. شخصیت‌هایی که با توهم قدرت شروع میکنن و بعد گناهانشون رو روی جسم و روانشون حک میکنن و در نهایت به جای مرگ قهرمانانه به یه زندگی خالی و جهنمی محکوم میشن. مارتین اسکورسیزی با نابود کردن قهرمانهاش در واقع یه آینه تاریک روبروی ما میگیره. اون به ما یادآوری میکنه که سقوط یه اتفاق ناگهانی نیست، بلکه نتیجه انتخاب‌های تدریجی خودمونه. البته کاتولیک بودن و ریشه‌های ایتالیایی اسکورسیزی هم توی این نوع نگاهش به مسئله گناه و مجازات بی تاثیر نیست و با یکم تطبیق دادن سرنخا میشه منشأ این نوع نگاه رو تو جهان ذهنی اسکورسیزی پیدا کرد. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what a fugazi is? No, Fugazi. It's a fake. Yeah, fugazi, fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a... نظرتون رو تو کامنت ها برامون بنویسید. به نظر شما کدوم قهرمان اسکورسیزی تلخ‌ترین سرنوشت رو داشت؟ اگه از این ویدیو لذت بردین، دکمه لایک رو فراموش نکنید. و برای ویدیوهای بیشتر از جهان سینما و فرم‌های روایی حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. ممنون که ما رو تماشا کردین.